خیلی خوشحالیم که با یه ویدیوی دیگه در خدمت شما هستیم. امروز اومدیم با یه خواننده جدیدی که دوستا پاره کرده بود تو کامنت ها، هی گذاشته بود MK من تاجیکم فکر کنم. آهنگ از MK هست. MK حالا نمیدونم MK دارم درست میگم یا اشتباه میگم. اولین بار هم هست که قراره گوش بدیم، پس بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. MK من تاجیکم. تاجیک سال 2021 هم داده آهنگو بیرون و بریم که داشته باشیم. Let's get it. اوه صدایی داره. با چه سبکی شروع شد؟ با سبک سنتی شروع کرده و لباس تاجیک و کلاهش خیلی جالبه. ببینید پرچم تاجیکستانه. آبی زد به سر و صورت و اوه چه جالب. تیپو زده خاج خانوم، برعکس خودش که تیپ سنتی داشت اینا اوه چه گنگه. اوه خطرناک داره میاد. چه جای باحالیه. خیلی خوب شروع شد. خیلی گنگ بود واقعا. آفرین. خالی شدم. یا خدا انتظار نداشتم اینقدر خوب شروع بشه. تاجیکم بره اوه چه گنگیه یارو. اوه خانوما میرقصن و لاتی. به خیلی خوب. اوه این صحنه رو ما زیاد دیدیم توی، ولی من دوست دارم توی موزیک ویدیوهای همه اکثرا بوده این پرچم و این میدون مکان. دقیقاً. چور منطقه وطن چور رگیون سلام علیکم اکا اوکو ورو رسمو بابا چقدر خوب. یاد اون سلام علیکم افتادی؟ سلام علیکم. سلام علیکم بابا چقدر گنگ بود. چور منطقه وطن چور رگیون سلام علیکم اکا اوکو ورو رسمو اینجا که میان تو قیچکم و دعوای توزه سولی مای بدن استراحت نورک رو میتفرسو دنگرل فکنده خوجت. من خیلی خوب داره شروع. اصلا ببین ریتمو ببین چقدر باحاله، چقدر بیت خفنی داره. آفرین. کلو برو توب شکر رو بدی مختمشون سوخت خلقم بد داره کلی مکانهای تاریخی رو نشون میده و داره کلی هم حرف بزنه که باید تمرکز کنیم. ولی کاش میتونستم بفهمم چی میگه کامل. راجب بدخشان یه چیزی گفت بذار ببینم. سوخت خلقم بدخشان لباسون نگین نقشتای پودرخش سجوی موی چای دلوی دریوی وخش در زمین قدیمه آور کوبسور. اوف چه خوشگله. خیلی تاجیکستان واقعا نقاشیه. دوست دارم بیام واقعا. قلعه سرخ السلام علیکم و دوباره با قلعه سرخ. سجوی موی چای دلوی دریوی وخش در زمین قدیمه آور کوبسور ایول بوکی. اینجا چه جالبه. قشنگ معلومه مال یه گونی سال پیشه. السلام علیکم اریانا فردا میدان دلر تبوزیت سفر. ورزش مورد علاقه من تاجیکستان. و آره واقعا تاجیکستان توی فوتبال خیلی داره خوب پیش میره جدیدن. یه نسل طلایی داره تاجیکستان. جوونی آینده ملت فرهنگ. فکر کنم احسانوف باشه. آره احسانوف. این احسان توش هست هرچی هست. هر مرکزی شهر بایرق بلند سرخ سفید سبز بالای سرمون. سرخ و سفید و سبز بالای سرمون کلاشو میگه. ما هم که سرخ و سفید و سبزیم ولی اون وسطشو مشکل داریم باش. هفت کو هفت ستاره شش قهرمان
اوه چه جالب، یه چیزی راجع به ملت تاریخ فرهنگ هر یا مرکز شهر بایرق بلند سرخ سفید سبز بلوی سرمون هفت کو هفت ستاره شش قهرمان. میگه 7 کوه 7 ستاره 6 قهرمان. داستانش چیه؟ بگی تو کامنت ها. نشونی ملی گندم و پخکای زمین 9 میلیون نهالی توجی زمین توجیک رقم یک توجیک در سر توجیک دل شد نصرف توجیک. امام علی من رحمانی عاشق این شخص هستم امام علی واقعا، خیلی دوستش دارم، خیلی باحاله، آدم خوبیه واقعا. به نظر من. از من صحبتاشو زیاد میبینم با یه سری آدما، اگه دقت کنی توی مجالس بزرگ میگه بیا مثلا درستو تموم کردی نکردی، ازدواج کردی فلان، بعد دختره مثلا میگه ازدواج نکردم، میگه خب پس حق نداری از کشور خارجی. منظورش اینه که تو باید توی کشور خودمون ازدواج کنی. ببین اصلا هر چی بگیم راجبش کمه. رسول باقی تاریخ تخت شوی تایسی سول خیری وقت روشن کلوب استقلال یک زبان یک ملت یک شیور موتوجیک. ببین میدونی چیش خوشم میاد؟ ترکیب سنتی و مدرن و زده به هم و پکونده عالیه. واقعا یکی از بهترین آهنگایی که تو این چند وقت گوش دادم. اون دوستی که خودشو پاره کرد دمت گرم، منم خودمو میخوام پاره کنم. واقعا قبل از این موزیک ویدیو من اصلا کلا امیدمو داشتم از دست میدادم، مثلا قبل نبود بگم اوه فعلا، اما این خیلی باحاله. بشوی ملت من با بویوچی شکری آزادی شکری از رخوک تاجیکستانی آباد شکرانه نام پاکت کوههای آسمان بوس مرکز آسیا تاجیکی ترش دور ماه نسل اوریو رودکی سامانی فردوسی سینا کسی رو غمنو. میگه ما از نسل آریاییم، رودکی سامانی فردوسی سینا. او عزیزم واقعا خوشش اومده. کنی تیلو مناتی تحت دیل عرق باتن نکنم میرویدم مودم ترکیب سخن و رقص جالب بود. در خلقی دهقان خلقی ما مهنت دوست دموکراتیا همه طرف داری سو موتوجیکه موتوجیکه. او خیلی خوبه این یه تیکش عالیه واقعا. موتوجیکه موتوجیکه صدای کوی بلند موتوجیکه بانو موسو بانم موتوجیکه 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 صدای کوی بلند موتوجیکه بانو موسو بانم. عالی بود واقعا. من از 10 بهش 10 میدم. منم واقعا بهش 10 میدم و خیلی خفن بود. همه چیش خوب بود و اینکه برای ملیگرایی میخونه، خیلی آدم وقتی برای کشورش آهنگ میبینه خونده شده خیلی حال میکنه. ما کم داریم توی خواننده هامون که همچین کاری بکنن. هستن مثلا بیشتر سنتی ها، رپرها زیاد راجع به ایران و این چیزا صحبت نمیکنن. اگرم باشه ببین انقدر که چیزه یارو باید قاشاقی راجبش صحبت کنه. دقیقاً. به نظر من خیلی خفن بود. مرسی که این ویدیو رو به ما معرفی کردید و عالی بود به نظرم. این رپر رو حتما این MK رو باید بیشتر گوش بدیم چون خیلی استعدادش خوب بود، صداش خوب بود به نظر من و تونست رضایت ما رو جلب بکنه. اگرم شما این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستاتونم بفرستید. قراره تو روزهای آینده ویدیوهای بیشتری آپلود کنیم و آخر این هفته هم حالا آخر این هفته که نه فکر کنم اول هفته دیگه قراره 2 تا ویدیو خوب بذاریم راجع به بهترین آهنگ‌های تاریخ و بهترین آهنگ‌های توی سال‌های اخیر تاجیکستان. اگر حس می‌کنید آهنگی مد نظرتونه حتما کامنت کنید که ما توی اون لیستمون قرار بدیم. ولی خب باز به 2-3 تا ویدیوی پیش‌فرض داریم. خیلی دوستتون داریم. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.